در اطراف ارچه ها غون گردیده بچه ها سرود خوانده می رقصند، به نهایت خرسندند. این مکتب بچگانه که شما میبینید دانش آموزان صنف چهارمی مکتب تعلیمی همگانی رقم 24 شهر سمرقند میباشند که با راهبری معلمه فعال مکتب نینا روبینونا اوسیفیان با چنین خرسندی سال نو را پیشواز گرفته ایستادند. سرآغاز معلمه و راویان چاره‌بینی مهمانان را خوش آمدید گفته عاید برنامه ادانه حرف زدند. سپس از جانب طالب علمان شعرها قرائت کرده شد. هرچند تعلیم در صنف مذکور با زبان روسی برده می شود، خوانندگان با زبان مادریشان نیز شعر خواندند که پسند حاضرین گردید. بابای برفی برفک خانه ایمان آمده، بابای برفی برفک با تو هوا آمده، دیده ارچه ما رو بابا شادی خرسان شد، رقصیدیم و بازیدیم همنای بابای خود. نه هاست ریشی بابا در شاهی ارچه چسبید، هاستی که گیرم گفت ریشش به زمین افتید. ما بابای شناختیم و کامران جوریم بوده است. اشتراکچیان سرگذشت‌های عجایبی سال نوی را در آمیختگی با ابرازهای افسانه‌های مشهور خلقی روس مانند کشه، عجوزه کمپیر و امثال اینها را پیشکش بینندگان گردانیدند. نمایش تئاتری کننده شده سرگذشت‌های علاوالدین در اشتراک خوانندگان خیلی شوق‌آور و خاطرمان بود. وای وای کشمار گدیخ چادر گدیخ شلوار кто их разрешил так одеть мулла не отпустит нас мечеть. Султанами другой народ, у них такой Европа может. نقش شاه سلطان، وزیر علی، علاوالدین و جین، شهرزاده، ملکه بودور و قهرمانان دیگر از جانب خردترکان ماهرانه اجرا گردید. رقص‌های زیبای گلدخترکان شکوهی چاره‌بینی ادانه را دوچند نمود. تدبیر بسیار شروعش گذشت. من معلم جدی هم مهنت کلون کردین اینجا با من جدی هم ممنونی. من پدر مادر کلون ها سالی نو همه اولیش به بخت آمد بیورد. سمرقندم تو زیبا آنچنان استی، قدیمی ولیکن نوجوان استی، با شاعرهای فاضل ها مکان استی، در این دنیا تو یک دیگر جهان استی. سالی نوتم مبارک باشه.